در برنامه امروز ما اطرافی یکی از انسمبل هایی که واقعا هم معروف بود، مشهور بود و هنرمندان زیادی را روی صحنه ایجاد آورد، این انسمبل سازی و آوازی سوختیان با شما در باره فعالیت همین انسمبل از تاریخ پیدایش و فعالیت آن صحبت میکنیم. و امروز مهمان برنامه ما هستند معاون یکم دیرکتور فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف، استاد هنرمندی خوشصدای تاجیک اسمت الله خود. هم با همون پیران ده موی سفیدا صحبت میکردن، همون چی یک مواد میگرفتن می اومدن. امروز همونا را کار کرده استاد من کرامت الله که محمد الله قربان، این برادری در این مطرب و آهنگساز گویم خطا نمیکنم. همون اون کس گوش میکردند و با مصلحت ها میدادند و همین کرامت الله، یعنی که در همین آن وقت من مثل چه و در همون کلاویر میگن و سوادی موسیقی بلند داشت. محمد نه کرامت الله همین کلاویر داخل کرده، یعنی که با همون کارگردان کارکردی همون ارنجرف که انسمبل میداد و یا با اسبابا با هر اسباب تقسیم میکردن. مثلا اسباب تاری، نفسی، ضربی، مثلا کلاویشی و یا تقسیم میکردن. یک عالی جناب میشد که این امروز خودی ما امین سال 1985 در فستیوال بین المللی عمومی جهانی جوانان و استودنتان در شهر مسکو بودیم، در باغ فرهنگ و فراغتی گورکی، پارک گورکی میگفتن، پاویلیون تاجیکستان بود. در اونجا صحنه خیلی هم کلام و وسیع میکردیم. وقتی که در همون لبی دریای مسکو ریچینسک میگفتن، همونجا پاویلیون ها هر یک جمهوری سابق اتحاد شوروی 15 رسپوبلیک همونجا چین و آراسته بود. وقتی که انسمبل سوغدیان آغاز میکرد، باور کنید حتی بسیار همین شنونده مخلصای ما، یعنی که همون هواداران ما از هند و ما همراه با کرامت الله قربان سرودهای هندی هم سرودید. اما قبل از آن که در این باره بگیم، درباره آن میگوید که خود شما کی به این انسمبل پیوست شدید و چگونه پیوست شدید؟ شما گفتید با استاد کرامت الله همسین بودید، مکتب یک جا سرود میخواندید، زمزمه هم دیگر، یعنی که از خردسالی میشناختید. کرامت الله قربانوف، من کرامت الله قربان با دانشگاه فرهنگ و صنعت تاجیکستان داخل شدم، من و دانشگاه ملی امروز یونیورسیتی دولتی تاجیکستان. من خیلی هم در همسایگی با استاد حبیبالله ناظری شاعر ما در همسایگی میزیم، من و کرامت الله اکای محمد الله. من هم بیشتر همین ادبیات با همین شوق و ذوق و رغبت زیاد داشتم و خودی در همینجا تحصیل کردم و تحصیل دوام داده ختم نمودم. و سال 1983 که ما دو تن همسین فقط در یک جای فعالیت میکردیم، ما را دعوت کردند و من خودی کرامت الله قربان، بله ما دعوتی کرامت الله را پذیرفتم. اون وقت الکای محمد جان رحیموف که خیلی هم با در برابری مطربی چیردست، مطربی خیلی درجه عالی بودنشان، با اونجا کارهای علمی داشتن. اون کس دانشگاه پلیتکنیک صنعت‌شناس بودن یا کی؟ نه کارهای تکنیکی هم من آمدن انسمبل سوزن الکای محمود جان نعمتوف بس گیتار نواز با شاملی و گشت شاملی راهبری انسمبل رو با زمام انسمبل رو به دست گرفت و سال 1983 و من شامل همین انسمبل شدم و ما سرودهای، یعنی که دو نفر از دویت خوانی را سر همراهی فکر میکنم از اولین ترانه های شماست که یک جا با کرامت الله قربان خوانده، این امر اکبر انتانی ترانه هندی است. من میخوام در باره همین سخن بگید، چون که شنونده های ما بسیار این سرود رو دوست می‌دارند و قبل از اون که ما پاره این سرود رو شنویم، در باره همین سرود کمی صحبت. من خیلی می‌خواستم که پیش از آغازی سخنی من همین سرود رو پوره شنویم. قدود با سر تر میمان جانان، بی سنم جانه انار یک دانه، لبانت با شکر میمان جانان، بی سنم جانه انار یک دانه، بیده یک بوسه از کنجی لبانات، بی سنم جانه
انار یک دانه که داغ در جگر میمانه جانان بیبی سنم جانه انار یک دانه بیبی سنم جانه انار یک دانه بیبی سنم جان یاره انار یک دانه بیبی سنم جان یاره انار یک دانه دیگه یک بوس از تو جیره برون بیبی سنم جان یاره